روزانه 1 سپتامبر که به روز یکشنبه روز تعطیل راست می‌آید، خوانندگان در تاجیکستان روز دانش را جشن خواهند گرفت. در این باره وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان فرمان درباره تغییر دادن وقت برگزاری درس از 26 آگوست سال 2019 امضا کرده است. در این فرمان آمده است با نظر داشته به روز استراحت روز یکشنبه راست آمدن روز دانش 1 سپتامبر سال 2019 در همه مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی روز درسی اعلان گردیده، 7 سپتامبر سال 2019 روز شنبه روز استراحت مقرر کرده شود. طبق همین فرمایش به سرداران سرریاست معارف ولایت‌ها و مدیران شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها، دیرکتوران مکتب‌های پرزیدنتی، مکتب اینترنت‌های جمهوریوی، راهبران مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی، میانه و عالی کسبی دستور داده شده است که اشتراک خوانندگان و دانشجویان را روز 1 سپتامبر سال 2019 به درس تأمین نمایند.